سلام و درود، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امیدوارم که هر کجا هستید حالتون خوب باشه. آرش نایتو هم اومدیم با یه ویدیو جدید. توی این ویدیو قراره بریم و 15 تا از بیماریایی که خیلی درد دارن و بخونیم و ببینیم چه بیماریایی هستن. بچه‌ها واسه این 15 تا بیماری من دو تا هوش مصنوعی رو رفتم نگاه کردم، حتی سایت رسمیش هم به هوش مصنوعی گفتم که واسم بیاره و همونم چک کردم و این آمار اصلی هستن و طبق رتبه بندی جهانی قرار گرفتن. قبل از شروع حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال بزنید، دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله کنار ویدیو رو بزنید روی آل که هر وقت ویدیو گذاشتم یوتیوب بهتون خبر بده و بیاید این ویدیو رو ببینید. بی معطلی بریم سراغ ویدیو. بریم. خب اینا در رتبه بندیشون بین 1 تا 15 که 15 بیماریه که دردش کمتره و 1 دردش از همه بیشتره. اولا 15 تا 11 رو میگن که توی درد ضعیف قرار میگیرن. اولش میشه درد نیش حشرات مثل زنبور که هر چقدر حشرش مثلا نیشش قوی تر باشه، مثل عنکبوت روتیل یا حشرهای دیگه، اونا دردشون هرچی بیشتر بشه ولی بازم به رتبه بعدی نمیرسه. پس یعنی بین نیش زنبور تا مثلا عنکبوت که شده درد 15 و رتبه 15 رو گرفته. بعدی 14 بریدگی های عمیق و باز که باعث میشه که عفونت صورت بگیره اگر زود به بیمارستان نریم، که اکثرا این بریدگی ها نیاز به بخیه دارن که احتمالا خیلی ها این بریدگی رو تجربه کردن و میدونن چقدر درد داره. رتبه بعدی و 13 شکستگی استخوانه که شامل دست، انگشتا، پا میشن که به بالا اینا حساب نمیشن، یعنی قسمت بدن و سر و گردن جزء این شکستگی نیست، فقط شکستگی دست و پا که خیلی ها میدونم دست و پاشون شکسته. بریم سراغ 12 عفونت و درد شدید دندان که من داخل ویدیو که این بالا احتمالا لینکش بیاد گفتم که خودم یه مدت درگیر دندون درد بودم. عفونت و درد دندون خیلی درد زیاده و رتبه 12 رو گرفته تو رتبه جهان. بعدی رتبه 11 درد بعد از عملهای جراحی که عملهای مختلفی میشه، مثل عمل جراحی قلب یا چیزهای مختلف که خیلی درد داره، که اینا بچه درد ضعیف بودن. حالا بعدی میشه درد متوسط که میشه از 10 تا 6 رتبه بندی شدن. اولش درد بیماری سرطان که یکی از بدترین بیماری هاست که امیدوارم که هیچ کس مبتلا به این بیماری نشه و تمام کسایی که الان درگیر این بیماری هستن زودتر خوب بشن و به پیش خانواده‌هاشون برگردن. رتبه بعدی و 9 کمردرد بسیار شدید یا همون دیسک کمر که تقریبا الان از هر فکر کنم 10 انسان یکیشون کمردرد داره ولی به مرحله دیسک کمر نرسیده، چون خیلی درد داره و انسان از پا میندازه و نمیتونه دیگه راحت راه بره، حالت میلنگه، انگار مثلا پاش آسیب دیده، چون قسمت ناحیه کمر اکثرا قسمت بالای لگنن این درد، که امیدوارم که هیچ کس هم واقعا دچار این بیماری نشه، که اکثر کسایی هم که میگیرن واسه اینه که یا ورزش خیلی شدید انجام میدن یا اصلا ورزش انجام نمیدن. باید یه تعادل بینشون باشه که این بیماری دچار نشه. رتبه بعدی 8 سوختگی درجه 2 و 3 که هرچی بچه سوختگیش بیشتر بشه یا به مرحله بیهوشی یا حتی کشته شدن میرسه که داخل رتبه بندی قرار نگرفته، چون اگر سوختگی 2 3 بیشتر بشه دیگه اون انسان اصلا نمیتونه پیش چشماشو وا کنه حتی بیدار بشه، مستقیم یا کشته میشه یا بیهوش میشه. که سوختگی درجه 2 3 داخل رتبه درد متوسط قرار گرفته و عدد 8 رو گرفته.
بعدی 7 سنگ کلیه که اکثرا کلیه های سنگساز یک نوع حالت یک ماده مثل سنگ داخل کلیه به وجود میارن که باعث میشه این به این بیماری دچار بشن که خیلی هم درد داره، مثل اینکه چون قسمت کلیه دائم درد میکنه و قطع نمیشه دردش. درد بعدی مخصوص خانوماست، درد زایمان، که این درد زایمان مثل زایمان هایی که بدون بیهوشی انجام میشن و خیلی درد داره میگن و داخل رتبه جهانی رتبه 6 رو گرفته، خیلی زیاده. رسیدیم به رتبه های بعدی. این رتبه ها شوخی نیستن و هر کسی که دچار این بیماری ها بشه احتمال اینکه خوب بشن خیلی کمه و اکثر کسایی که به بیماری ها دچار میشن خوب نمیشن. البته انسانایی که امید داشته باشن 100% خوب میشه. اینا رتبه 5 تا 5 تا بیماری اول که خیلی درد دارن. شماره 5 درد سرطان استخوان که امیدوارم هیچ انسانی روی کره زمین به این بیماری مبتلا نشه. هر نوع سرطانی که هست، که سرطان استخوان بدترین و پردردترین بیماریه بین سرطان ها. رتبه 4 درد شوک مانند در صورت که اسمشو این بغل یا این ور نمیدونم کجا گذاشتم، اونجا اسم اصلیش میاد که این حالت یه دفعه یه قسمت از صورت یه درد حالت شوک برق گرفتگی داخل صورت ایجاد میشه که درش قطع نمیشه و یه طرف صورت دائم درد میکنه. رتبه بعدی شماره 3 شکستگی ستون فقرات که اکثرا موجب فلج شدن یا فلج شدن کل بدن یا دست و پا میشه که خیلی درد شدیدی داره. رتبه دوم بیماری CRPS، دردی مثل آتش یا فرو کردن سوزن در یک قسمت از بدنه که بچه این درد هیچ وقت قطع نمیشه و دائمه. که این درد و درد بعدی که قرار بگم این دوتا رتبه خیلی بیماری نادره و کم اتفاق میفتن. رتبه اول و دردی که خیلی زیاده فشار مستقیم روی عصبهای داخل بدن یا اسم خارجیش نرو-روت کامپرشن، اسم اصلیشه که داخل کتاب اومده بود و یکی که نه بیشترین درد بیماری متعلق به اینه که مثل اینکه مستقیم داخل عصبهای انسان داخل بدن تاثیر میذاره و دردش فقط یک قسمت نیست. یعنی اگر مثلا قسمت ساعد دست عصب این قسمت دچار این بیماری بشه و کل بدن ضربه میزنه و حالت تا مغز هم میره، مغز اذیت میشه چون مغز و عصب نه همه بگیم وصلن. که این بیماری خیلی بیماریه بده که امیدوارم هیچ انسانی به این بیماری مبتلا نشه و مرسی که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید. بچه ها مطمئن باشید که با داشتن امید و خودباوری هیچ بیماری سمت شما نمیاد و اگر دچار بیماری شده باشید، اگر امیدتون رو حفظ کنید و انگیزتون بالا باشه 100% میتونید این بیماری رو شکست بدید و به زندگیتون ادامه بدید. مرسی که تا اینجا ویدیو من همراه بودید. لایک ویدیوتون نره تا یه ویدیو دیگه. دلتون شاد و لبتون خندون.